کارهای روکشیمون بعضی از روکش‌ها به سفیدی میزنه، بعضی از روکش‌ها به قرمزی میزنه. واسه همرنگ کردن این روکش با هم دیگه با من همراه باش، روش بهت نشون میدم. این آستر بنزینی خیلی روشن باشه، روی سطح کارمون میکشیم بعد زردی کارمون رو میگیریم. همرنگی نخودی رنگ به این رنگ درست میکنیم با این ترکیب رنگ اخرایی و گلماش و مشکی و سفید که به این نخودی میرسیم. بعد اینو با سیلر باید رقیقش کنیم. رنگ نخودیمون رو با سیلرمون ترکیب میکنیم. سبزتش در همین حد باشه اوکی. این اون روکش قرمزی بود که آثر روشنمون رو روی جفتشون اومدیم یه مقدار قرمزی کار رو گرفتیم. حالا سیلر چرکمون رو روی کار میاریم. خب روکشامون یکی شد به همین زیبایی. این قرمزتر بود، این روشن‌تر بود که ترکیب دو تا روکش همرنگ همدیگه میشه. این نتیجه کار.